رسیدم کربلا، رفتیم هتل. خانمم گفت خیلی خستم، من نمیتونم بیام حرم. دست دخترم رو گرفتم اومدم بین الحرمین. دیدم یه عده جمع شدن دارن سینه میزنن. ایستادیم به تماشا کردن و سینه زدن. یه آن به خودم اومدم دیدم دخترم نیست. بین الحرمین دوان هی به سمت حرم ابوالفضل، هی به سمت حرم امام حسین. دنبال دخترم هرچی گشتم پیداش نکردم. برگشتم سمت حرم آقا ابوالفضل، گفتم آقا جون من طاقت ندارم، من تحمل گم شدن دخترمو ندارم، دخترمو به خودت سپرد. رفتم سمت هتل که خانومم بیدار کنم، به اتفاق بیایم بگردیم دنبال دخترم. تا وارد هتل شدم دیدم دخترم کنار خانومم خوابیده. گفتم خانم چیه؟ گفت یا آقای اومدن گفتن که من دوست همسرتونم، گفتن دخترتون رو بیارم هتل. چی نگفتیم. برگشتم زیارت و صبح با دخترم میرفتیم سمت حرم. گفتم بابا چی شد دیشب گم شدی؟ یه آقای مهربانی اومد گفت عمو جان عبای منو بگیر تا من ببرم پیش پدر مادرت. یک چند قدم میرفتم گفتم آقا چرا دستتون رو نمیدین بگیرم؟ و عمو جان من دست ندارم. رفتی هتل به بابات بگو که عباس گفت ما خاطره خوشی از گم شدن بچه و دختر بچه نداریم و نمیذاریم خاطره رقیه تو کربلا تکرار بشه. یا باب الحوائج یا قمر بنی هاشم، به حق این زهرای 3 ساله، به حق مادرت ام البنین، امشب شب جمعه است، نایب الزیاره همتون هستن. یک گوشه چشمی عنایتی به عزیزانمون، به بچه هامون، به اونایی که خلاصه میوه دلمونن، چراغ دلمونم داشته باش. یا الله.